اگه یک کتی وایسه جاهله، نگاه چی جامعه شناسی، سینه بده جلو هارت و پورت، با سر اشاره کنه بی خیاله، انگوش هم کنه لب جو، بگه ژاله افه داره مایه نداره. یه دربستیاش بردمشون موقع با 1000 2000 حالا یه مرسدس و کوپه و کاپریس رو میبرن. به قاعده عرض میکنم راننده یه بچه تهرونو دیپلم ردی و زیر بازارچو الحال هولو بلد باشه، یه پا فیلسوفه، ریخت و لباس و جومه خودش یه داستانی، اتو کشیده و صاف و صوف و خطارش حال داره کار نداره. آدمی که سرش به کار گرمه وقت خط انداختن نداره. یه دسته جیغ میپوشن زرد و بنفش و گلگلی و خالخالی که چی داره میگه ایوه الناس نگاه کنین ما رو داشته باشین. آدم بررودار که جیغ نمیشه، بررو خودش پا شوره، اونی که کم داره بیاد. چمدون و سامسونه تو کیف دستی هم خودش یه داستانیه. نصف خالی بنده و کفزنا سامسونتی هم مارکدار و ریبن و بوس و کارتیال میکنن، توش چیزی نیست، اگرم باشه مال دوستی. حالا دیگه